شهروندای خود افغانستان به دیدن موتر دکتر صاحب نجیب مثلا از ولایت جنوبی از دور میاین. خب این موتر دکتر نجیب دکتر صاحب نجیب است جانا. بسیار خوب. دیدن موتر امینا میاین. این موتر دکتر نجیب است که به دیدنش گفتین از جای دور میاین از قسمت‌های مختلف افغانستان میاین. چند سال پیش خود باشه این موتر؟ مدل موتر خود سالای 1980 است. مدل بنزای 1980 هستند و خود دکتر نجیب تا که حیات داشتن در شهر کابل دینمی رفت آمد میکرد. در همین موتر این موتر زری دکتر این زری است. جان زری است. باز نمیشه یا که اونقدر نه باز میشه. خب حال فکر میکنم قلف است باز است. بسیار خوب. یک دیدنش که اجازه است. ببینید. خب شما باز کردین ببینید. حالا که بازش کردین نگفتین ببینین دیگر. خب موتر بنز سابقه هست که از دکتر نجیب بود و یک موتر قدیمی هست. گفتین خیلی بینندای خاص خود را داره. بدون شک به خاطر که اثر دکتر صاحب نجیب است نی. خود دکتر نجیب که دوست دارن بس موترش هم دوست دارن. بسیار باشین که این را دوباره امانت ببندیم که خب محکم ببندیم. خب اگر اینا اندک ضرری برش برسه بعد دیگر تو احساس بکنین که ضرر شما رساندین بر یک ملت بزرگ. به خاطر که امانت هم مردم است. خب این موتر باز پخته‌تر و زریح‌تر است نسبت به او زریحی است. این هم زری هست. بله. این موتر سردار داوود است، اولین رئیس جمهور افغانستان. این موتر سردار داوود خان جان سردار داوود خان است. بسیار بس بیاین طرف زری از و ساختاری موتر ببینید. بله به شیشه از رو میبینیم. ناممکن است که یعنی مرمی که هیچ عبور نمیکنه. بله واقعا بله واقعا یعنی خیلی یک شیشش خیلی زخیم است و دبل هست. این باز نمیشه. خب این موتر سردار داوود خان است. این موتر است کی است؟ این موترای یک دیگه ردیف میبینین تماما موترای ظاهرشاهی میگن در دوران شاه پیشین. ظاهرشاه اینا استفاده میشده. این موترای خود ظاهرشاه بوده. از خود ظاهرشاه بوده. بسیار عالی. و همش زری هست؟ کلش زری است جان. همه گیش زری هست. چقدر جالب است. بیاین کی طرف هم بیاین مدیر صاحب.